رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایش کو که من صلی الصبح فهو فی ذمة الله، کسی که صبح نماز بانی مسلمان و انسان در پناه و در حفاظت خداوند متعال قرار گیرد. نماز صبح عزیزان من اولین امتحان و اولین آزمون پروردگار از ما بندگانه. ذات رب العالمینی که تمام نعمتها و تمام احساناتی بر ما بندگان مرحمت فرمایده. حالا انسان وقتی که صبح نماز بانی در حقیقت از این نعمتهای خداوند متعال شکرگزاری کن. شبک و وبسی صبح با چیستوی دست و پات سر جای بطی، گوش سر جای بطی، بینایی سر جای بطی، نفس انسان سر جای بطی، تمام اعضا صحیح و سالم و تندرست سر جای بطی. حالا انسان مسلمان برای شکرگزاری و سپاس از این همه نعمتهای خداوند متعال جا داری که پاد بیت و وضو بگی و قدم بیجم به طرف مسجد و برا در مسجد تو کار در خانه خدا سر به سجده بری تو از این نعمتهای خداوند متعال یک شکرگزاری ادا بکن تا انجام بده. اما جایگاه نماز متاسفانه مروچ در میان جوانان کمرنگ بیده. جایگاه نماز جماعت، توجه به مسجد، آبادی مسجد مروچ متاسفانه در میان نسل جدید، در میان فرزندان مسلمان، در میان جوانان کمرنگ بیده عزیزان. چرا؟ دستور الله و حکم الله مروچ یه اندازه در میان ما مسلمانان بی ارزش بیده که من مسلمان حاضرم برای نفع دنیوی و برای تجارت، کار و کاسبی و حاضر ساعت 2 شب، ساعت 3 صبح جواب پاد بیایم. اگر زمستان بی سردی و تحمل بکنم، اما برای ایشی که یک نفع دنیوی که منی چمال دیما ظاهره من حاصل بی حاضرم پاد بیایم بیوابی بکشم. اما برای نفعی که الله تعالی یا در نماز وانه تو کایشته، در نماز جماعت تو کایشته که 100% نماز جماعت و در نماز تو هم نفع دنیوی موجوده و هم نفع اخروی موجوده، اما یه فایده می چمان دیما ظاهر نه.